سلام خدمت شما عارضم که خب ما توی این دوره زمونه میبینیم که میزان افسردگی خیلی بالاست. اما نکته مهمی که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم اینه که در واقع هر نوع غم یا بی‌انگیزگی افسردگی نیست و باید حواسمون باشه به این نکته‌ای که الان میگم توجه ویژه نشون بدیم. ببین ما یه موضوعی داریم به نام فرسودگی روانی یا خستگی روانی که خیلی میتونه با افسردگی اشتباه گرفته بشه و خیلی هم شبیه، اما عموما ربطی به افسردگی نداره. ملاکای افسردگی رو کاری ندارم، چند تا از ویژگی های این فرسودگی روانی رو میخوام بهتون بگم که متوجه بشید که لیبل افسردگی رو روی حالتهای مختلف خودتون نزنید و تعمیمش ندید به خودتون. زمانی که من و شما درگیر فرسودگی روانی میشیم یعنی زمان زیادیه که به تفریح و سرگرمی خودمون به صورت سالم توجه نشون نمیدیم، خودمون رو به صورت افراطی درگیر دغدغه ها، شغل و مسائل زندگی میکنیم. افرادی که بیش موفقیت دارن بیشتر این فرسودگی رو تجربه میکنن، افرادی که اعتیاد به کار دارن بیشتر این فرسودگی رو تجربه میکنن و افرادی که زیاد درس میخونن و از حوزه های دیگه زندگیشون غافل میمونن این فرسودگی رو تجربه میکنن که همونطور که گفتم با افسردگی اشتباه گرفته میشه. پس در نتیجه این افراد که فرسودگی روانی رو تجربه میکنن احساس ارزشمندی نمیکنن، دقیقاً مثل افرادی که افسردگی دارن. قدرت تمرکزشون رو از دست میدن، دقیقاً مثل افراد افسرده. به راحتی رنجیده و عصبی میشن، یعنی قاعدتاً وقتی به راحتی رنجیده و افسرده میشن مدیریت هیجانیشون هم ضعیف میشه که توی افسردگی هم به تعبیری یک همچین اتفاقی میفته. تمایل افراد به این زیاد میشه که تنها باشن، چرا که زمانهای زیادی رو خودشون رو تحت فشار قرار دادن و حالا تمایل دارن که در واقع در سکون قرار بگیرن و سکون با رها بودن و آرامش متفاوته و همینطور این افراد از انجام هیچ کاری لذت نمیبرن. ببین مثل این میمونه که شما یه گوشی که داری لازمه یه زمانهای این گوشی رو بزنی به برق تا شارژ بشه. من و شما هم به عنوان انسان لازمه که زمانهای فارغ باشیم از مسائل زندگی، پیگیری ها و مسئولیت پذیری ها تا اینکه اصطلاحاً ریکاوری بشیم. این مغز من و شما وقتی مداوم درگیر یه سری مسائل باشه هی اون رو به کار میگیره، ما هم نیازهای اساسی داریم، فیزیکی، روانشناختی، عاطفی، هیجانی. اگه صرفاً بخوایم بریم سراغ مسئولیت پذیری های افرادی این نیازها ناکام میشن و در نتیجه فرسودگی روانشناختی اتفاق میفته که خب به سادگی توی جامعه ما با افسردگی اشتباه گرفته میشه. پس این خیلی مهمه که من و شما زمانهایی رو به خودمون اختصاص بدیم تا این سیستم روانشناختی و فیزیکی بتونه خودش رو ریکاوری بکنه و آماده بشه برای دفعه بعد. مثل این میمونه که بری باشگاه ورزش بکنی، بعد خواب مناسب نداشته باشی، تغذیه مناسب نداشته باشی، دوباره فردا صبح بلند شی بری باشگاه تمرین سنگین انجام بدی، دوباره خواب مناسب، استراحت مناسب، تغذیه مناسب نداشته باشی، دوباره فرداش باشی بری باشگاه. قطعاً آسیب میبینی، قطعاً توانت و بهره‌وریت میاد پایین. پس حواستون باشه این نکته مهمیه که همینجوری از واژه‌های روانشناسی و برچسباش استفاده نکنید و به خودتون لیبل نزنید، چرا که ممکنه اساساً درگیر فرسودگی روانی شده باشید اما یه چیزی توی اینستا و شبکه‌های اجتماعی و تلگرام خونده باشید به نام افسردگی، بعد اونو وردارید به خودتون بزنید، هر جا هم میرید فکر میکنید افسرده هستید که خب این در واقع یک تشخیص غلطه که منجر میشه که دیدگاه شما تحریف بشه. امیدوارم که این مسائل جدی بگیرید.